پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر، جوینده همی رفتم از این بحر بدان بحر. ناخدای معروف سیرا سلیمان ابن بابشاد عزم سفر به چین داره. سفری که در پیش داریم سفری عادی نیست. از رفتن به سوی چین جز مرد و نیستی چه سودی میبرد؟ تا به حال هر کسی نختار و نشنید غارت. هیچ بازرگان عاقلی کالای خود بر مرکب مرگ سوار نخواهد کرد. مجبور باشم تنها میروم. چگونه میشه از این دشمن غدار گذشت؟ روزگار یونانیان رویای تسلط بر دریای پارس و هند را در سر داشت. حق ما چون دیگران راندن کشتی در تمام دریا. نمیخواهم با تو هم سفر باشم. برگرد. صاحب دریا تو نیستی؟ روایتی از نخستین سفر دریایی ایرانیان به سرزمین‌های ناشناخته. شما از کجا میایید؟ به کجا میرید و در پی چه کاری هستید؟ ما پارسی هستیم. ما نمیشناسیم. دریای پارس کجاست؟ ناخدای من خواهر کنیزی است نوجوان و زیبا. ماه روی دارم که اگر ببینی شیدای او خواهی شد. کنیز باکره بیسینا؟ من کنیز نیستم. پیداست برده و کنیز نیست. آزادش کن. تو اولین زنی هستی که در به روی ادریس باز نکرده. راه آبی ابریشم، فیلمی از محمد رضا بزرگنیا. قبول میکنی از مردان کشتی همسری انتخاب کنی؟ در من چه دیدی به خودت اجازه این گستاخی رو دادی؟ من دل مهربونی دارم. آزادی تو دست منه. ابر سیاه، ابر دریا. سخت تصمیم بگیری؟ از تنها برگشتن میترسم. یقین دارم در عهد و پیمان با من هم پایدار نخواهی بود. به من دست دراز کنی به دریا غرق خواهم شد. جانشین سلیمان منم. هر چی میگم باید اجرا کنی. درخت مکر زن 100 ریشه دارد. ما گم شدیم. پس کو کجاست اون خوشگل لعنتی تو؟ پیداست قدم نحسی داریم. راه آبی ابریشم، تهیه کننده حسن بشکوفه، همسفر با بهرام رادان، داریوش ارجمند، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی، مهدی میامی، پنپوک سیرکل، کامپانات آنورا کونگز، دایلیانگ وانگ و عزت الله انتظامی. راه آبی ابریشم با چشماندازهای زیبایی از ایران، چین و تایلند، برنده سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی در جشنواره فیلم فجر. اگه برنگردین طلوع آفتاب سلیمان رو اینجا قربانی میکنن. از 20 مهر ماه 1390، محصولی از بنیاد سینمایی فارابی، پخش حوزه هنری.